بچه‌جان کسی بخونه در میشه من پرابلمو بکنیم همه مکتب میخونم و مکتب نمیخونم اسوسن تا نگاه که باکلاشکای درنجی باره باکلاشکای چیزی هست آورده پارچتان بگی این دخترچم در شکم بود 4 ماه بود که من خیلی سلافان کاروبکا میچیندم زندگی من پیش میبردم که تجربه سلیب سبب شد که مصیبت خونه داشتم هزار رحمت کنم باز یک خبر خوش الحمدلله در یک جایگی ما تونستیم با این مادر کمک کنیم شریف رمضان به همه شما مبارک باشه با یاردم آدمای خیر خوب السلام علیکم السلام علیکم بیا من و علیکم السلام بیا خونه بیا مریم جون بیا مریم بیا من السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هزار رحمت کلام مهاجر بچه‌ها آدمای خیرخواه هزار رحمت کلام من رجب و سلامت با یاردم شما با کمک شما مسائل خانواده در شدم با 4 کودکم در کوچه‌های شهر عروبه میکشیدم هزار رحمت کلام شما می‌ناد دارم هزار رحمت کلام هیجان هستم نمیدونم چی گفتم من هزار رحمت کلام در ماه شریف رمضان خرسندی من نمیدونم ذکر من نمیدونم ای خرسندی نمیدونم چیکار کنم هزار رحمت کلام من این مسائل خانواده در شدم در خانواده در اختیار آمدم ای شما می‌ناد دارم هزار رحمت کلام ماه شریف رمضان به همه شما مبارک باشه با یاردم آدمای خیر خوب السلام علیکم مردم و خواهران گرامی امیدوارم صحت و سلامت اید انشاءالله باز یک خبر خوش الحمدلله در یک جایگی ما تونستیم با این مادر کمک کنیم مادری که دریاتان باشه عروبه میکشید مادری که سبحان الله با فرزنداش در داخل عروبه میماند و میرفت از پس رزق روزیش بود و الحمدلله امروز ما در یک جایگی تونستیم با این مادر با فرزنداش یک کلبه خریداری کنیم الله از هر یک برادر و خواهری که دستگیری کرد لایک کامنتار و نواروش با دیگران روان کرد راضی باشد ما در یک جایگی میتونیم مادرایی که احتیاج به کمک دارند خواهرایی که احتیاج به کمک دارند دستگیری کنیم ان شاء الله تا قدر امکان کمک میکنیم الله از هر یک شما راضی باشد برادران و خواهران گرامی دعاگو باشید و در ماه شریف رمضان کمک و خیر دو چند زیاد کنیم ان شاء الله الله از هر یک شما راضی باشد دعا فراموش نکنید در حق ما سلام علیکم و رحمت الله دعوت دعای نکردنیم که خداوند پروردگار همه وقت دستاشون پر شود پروردگار همه وقت شویش کارشون میتن خیری که دما کردن خدا جان خیرشون به درگاهشون قبول کنن ای در بیش امیدشون نکنن پروردگار هر چیزی که در دل نیاتشون آرزو هوس دارن در آرزوشون برسونن جامعه عمل بشن پروردگار همه وقت کسوشون پر به آب و به سر بلند به وطنشون برمیگردونن پروردگار مهربان ای چشم بد نگهشان دارین پروردگار همه وقت کشش کارشان میدن آمین یا رب العالمین الله اکبر خواهران گرامی همی اویاکسایی که ما داریم از همین اویاکس یک مقدار شاید در کارهای خیر رسخود کرده استیم و هر یک برادر و خواهری که از اویاکسای ما استفاده می‌برد از اویاکسای ما خریداری میکند ان شاء الله که در کار خیر خوش میشود و هر یک برادر و خواهری که میخواهد بلیط خریداری کند مرحمت ما نمره اویاکس را میمونم بی‌طرف نباشین در کار خیر در کار خوب دستگیری کنید